بالا. آره خواهش می‌کنم. نه بیزه هم میگم بریم. و این خیلی به دردم خورد. این طرها پسندم ولی خب ساده است. کتاب باحالی بود وقتی ورقش زدم. هر فصلش یه تیتر خیلی جالبی داشت. مثلا خوش بگذران و در کنارش سخت کار کن. پول در پی آن خواهد آمد. فرصت‌هایت را از دست نده. از آنها بهره ببر. در زندگی خوشبین باش. زمانی که از انجام کاری لذت نبردی رهاش کن. حال کردم اول از همین با رنگش، بعدش هم که آرم برنامه زدم میگم هر چیزش خیلی خوشحال. کتاب خرم افلا کتاب میخرم. الان از وقتی که اومدم دانشگاه کلی کتاب خرم ولی نخوندمشون. برم خونه کتاب بخونم، کلی ویدئوی آموزشی ببینم، انوار زینت هستم. چی بخورم؟ نهار سلف خوردم. قیمه بادم جون بود باش حال نکردم. غذای بیرون یه چیز دیگه است. غذای سلف حال نمیده. سیر نمیده. قبلا سیر رو کردم این دفعه سیر نکنم. برم بینم جای لیست شکلاتی وافلی پیدا کردیم بزنیم. یا بعد مدت ها اومدم امیر شکلات و اونم شعبه باغ کتابش. بیرون نشستم، هوا خیلی خنکه، سرد خنکه. میبرم کوههای تهران برفی، روبروم هم برف، زیر بخاری نشستم. حالا بریم انتخاب کنیم که چی بزنیم. خیلی سرده. چرا بیرون نشستم؟ سرد بله، به مرحله دارم میرسم که از تنهاییم لذت ببریم. خوبه اینقدر هوا سرده. حالا خب آهنگای جالبی داره پخش میشه. ترجیح میدم که بشینم فیلم های یوتیوب رو ادیت کنم
درست کنم و آماده باشه. نمیدونم چرا منظره اینجا مثلا یه نارنجی خاص داره دوری من نمیشه. بله وافل عسل دارچین اومد تو سگ سرما بستم کنارشه. حالا میگه این دختر دیوونه شده این چیه سفارش داده، ولی خب حال کنیم. وافل مخصوصشو قبلا تست کرده بودم بعد بخاطر میخواستم عسل دارچین چجوری ها میشه. مزه پنکیک های خونمونه که مامانم درست میکنه با کلی دارچین روش و یه مقداری عسله. بستنیاش خوشمزه است. موز وانیلی و حالا این ترکیب وافل و بسته. به این دارچینه روشو خیلی خوشم از انتخابم. اینو باید بگم نمیدونم چرا وقتی دارچینه میخورم حس میکنم که دارم خفه میشم، نکنه حساسیت دارم میشه. با هر لقمه که خوردم دارچینه بود یه سوپم میرم. بیا بری الان اینو روز این نفس فقط با دارچین بریم. تازه دارم واسه خودم تولد میگیرم. چه حالی میده؟ باید همه‌شو بستنی کرد سرگم نگیرم. بالا غروب و پایین دریاچه و اون نوراش. بله من اینقدر خسته بودم، اینقدر مترو شلوغ بود، اصلا حال و حوصله خودم نداشتم، هیچ گونه فیلم تهیه نکردم تا رسیدم خوابگاه که این خانم اکبری رو دیدم. بعد با خانم اکبری اومدیم سلف استانبولی بدمزه خوابگاه سلف رو گرفتیم. همش باید آخه استانبولی من بخورم، این چه مزه‌شه. دارم غذای بدمزه سلف رو میخورم. استانبولی اکبری. یکم برنجش نرم‌تر شد، میخوای بخوری؟ نه. ما دوباره دور هم نشستیم داریم غذای همیشگیمون رو میزنیم. پرتقال و لواشک و ترشی. البته ترشی که نه، رو بنار. به پایین چیزی میشه؟ نمک بس. آقا من گوشتمم. تخم بزنم برام؟ نه منظورم پایین برتر زد. تو بار شد. نمک هم اضافه کن. مسیم حال مرا دیگه. به نظرم دستگاه آره خیلی از من ایراد میگه چرا آشپز بند نیستی. نازگل یه لحظه بیا 207 با سلیقه سو قلبی با مسئله بفرما هول بده سلام بیا تو یوتیوبمون غیبتتون میکردم. سلام بیا اینجا چجوری غیبتتون میکردیم؟ چه غیبتی؟ یه دست پختت خیلی بود. جدی؟ چی درست میکنی؟ استانبولیه چیه؟ استانبول دارم درست میکنم. فهمیدم. سلام تشکر. مهمونی همیشگیمون لواشک و روبنده رو بزن. چیزی دوست ندارم زینت. شیرینه ترش نیست. آره اینو امتحان کن.
تو بهش سیب میدی. اینم ترش نیست، اینم امتحان کن. بزن تو همون با هم اعتماد ندارم. خور ترش نیست. تو ترم پیش بودی نه؟ اون من خیلی غذا درست میکردم پارسال. قرمه سبزی و قیمه با واقعا اینا هم بلد سبزی پلو با ماهی و عکسش هست. دستپختش خیلی خوبه، همیشه با غذاش تو طبقه میکشه. تا یه کاری کنم غذامو شاره کنم باتون. نه شیرینه. خوشمزه. نه خوابگاه خیلی خوبه خوابگاه که بهم خوش میگذره. خیلی زحمت داره. یخچالمون باز خرابه. هر شب پارتی داریم تو خوابگاه دیگه. واقعا؟ خوبه. ما هر شب درس میخونیم آقازی نداریم. من از پس فردا با شروع کنم به درس خوندن. سه شنبه چهار شنبه امتحان دارم. چه بد باشه ما. هیچ کدام نخوندم. حالم از امتحانات به هم میخوره. وای برنجه؟ آره. خواهی غذا درست کنی؟ نه. تو شامونه چی میخوری؟ سلف. واقعا؟ روزایی که سلف نداری چی؟ نودل تخم مرغ. یا پیش اینا میشینم اینو بهم نون بدن. شما هیچ کاری نکرده باشی. نه اصلا به غذا دادن اینجا تو مسئله برشته. این مرتوه؟ آره. برنجم داری؟ میخوای؟ نه بلدی ازش استفاده من یاد نیست برنج بار گذاشته. بلدی ازش استفاده کنی. تو هم بیا دیگه. باشه. اشتباه کردی رفتی گرگان. حالا شاید برگشتیم باز. کی؟ نمیدی. یکیشو شاید بهت بدم شاید. گفتی نه. چشش دنبال اون کاغذ کادوهای ون گوگمه. بابا گفتی بهت میدم. یکیشو. باشه یکیشو حالا میدم. یکیشو. نه یکی واقعا. یکیشو. نه واقعا یکی. یک. میخوام ببرمش بک‌گراند اتاقم کنمش. نه ببر کجا خیلی بچه ها دوست هم بخرن. نمیگه برم. یه دست پایین کنم. خب یکی دیگه خیلی من نمیدونم کی خریده؟ ببین یه بار فکر کنم همین شفق داشته و نرفتم که نداشت. یه لوازم تو پاسداران دیدم داشت. یه بار دم کتاب فروشی اسم یه نقاشیه همون روی بوم بود. حالا شب ستاره 250. اینو بهت بگم. آره دیدمشون. حالت مخمل طور پارچه‌ای بود اینا فکر کنم. بومه دیگه رنگ روغن بود. رنگ روغن زور نزن باسه. مخمل طور پارچه‌ای. حالا امروز من باغ کتاب بگو چی دیدم. منم رفتم دیروز بود رفتم باغ کتاب. با هم میرفتیم. اون که روز رفت من امروز تنهایی رفتم حال کردم با بابا خودم. چرا به من نگفتی؟ دیگه یهویی شد. حالا اینو ولش کن. ببین بعد لوازم تحریرش یه غرفه تازه باز شده غرفه لوازم کودکان؟ نه قبل اسباب بازی فروشی آثار هنری همچین چیزایی ماگ و شم و این چیزا میفروشه. آها اونجا هست. قبلا نبود. حالا من یادم نمیاد که ترم قبل داشت. بعد اون تو بگو چی دیدم. ماگه وحسا منگوک شال و روسری از وحسا شبای پوسته شال سرمی کردی یه ذره 285 بود. بعد حالا من شال تردار نمیشم تای سیاه ساده یه چیز نگرفتم. تیشرتش خیلی قشنگه. بعد خوش اومد. متشکرم. خواهش می‌کنم. تو یوتیوب. درستم خیلی خوشگله. دارم بهتون پیج سوغات جویبار میدم. میدم فرسته. جویبار چیه؟ شهره. نه سوغاتش چیه؟ سوغات که من از اونجا اومده میگم سوغات. جویبار؟ قیمتی؟ وایسا استانشو بگم. وایسا وای مثل تو کجاست؟ مازندران دیگه. تو میبر کجا؟ وایسا دوست من آ تو هم بگی مازندرانی بودی آره؟ سارویه من شماله نه؟ ماعده خالی بگو باید کدوم شهر مازندران؟ جویبار خودش شهره. دوست جدیدم. خب بگو نزدیک کدوم شهر؟ بابرسر. بهنمی رو بابرسر. چی؟ بهنمی. بهنمی مگه نیست؟ تو بابرسری یا نه سارویه. ساروی اکبری ساکن ساری. کی بابرسریه؟ بابرسری نداریم داریم راجع به آها جویبار نزدیک جویبار فکر کنم تنها همه چی فکر کردم جویبار در روستا مرکزی. نه
میدونی من کجا زندگی من میکنم؟ رفتم بابوسا چند روز کجا؟ بودیم؟ قربان تو از دریا اختصاصیاش گلستان جویبار فکر کنم فقط تنها شهر مازندران جای دریا نداره نمیدونم دیگه بابا هم نداره بابا دریا نداره میدونی من کجا زندگی میکنم؟ نه انگار من اینجوری شدم میدونم کردی یادم رفت یه جای سختی بود اسمش. خب خب حالا تو چرا خود کجایی؟ درباره مازندران نپرسیدم بالا سقزی. نه چی؟ نزدیکه بانی که نیستی. نه گناباد داری اون ور میری اون ور بده راست گناباد مهاباد. آها تو نزدیک بودم مهاباد به لحظه لغوی کناباد. آها یعنی کجا؟ ناز تو کردی حرف میزنی آره کردی قشنگه کناباد. گناباد بگو زینت دادم احمقیه چرا؟ نمیدونم اینا زوجه شو حالا بابا به خدا کل دنیا دیگه موسی رو میدونن یعنی چی ما همه میدونیم. تو میدونی موسی یعنی چی؟ نمیدونی موسی؟ نه میخوام بگم امروز اصل نرگسی میدونی موسی یعنی چی؟ چه هواداقیه من معایده میشم بود کل زبان مازندرانی اصل برگردیم اوره ایوار داریم یا معایده یعنی چی؟ موس کن. کونی تازه اون جاکونی من که روش میشینی من دارم غذام رو گازه دوستان ممنون از دعوتتون بیاره جون انشاءالله از اینجا بخشید هم پشت دارم بخشید نرگس یه فوری برای معایده بود کل فوشای دنیا زینب اگه دوست دارم تو یوتیوبی. کی سرابیه؟ کی سرابیه؟ جواد دیگه. همین نکن پیدا نیست خدا رو شکر جنگ کردم پیدا نیست میگم خدا رو شکر داد میزنه. این غذایی هست به به ایمن هاشم ازش تعریف میکنم که برامون شام بیاره. دست در نکنه. شب بخیر. دیدی قرض بگیری عکس بگیری. این ماستش نکن دیگه این فیلمو برای من بفرست برنج ماست میشه با غذا من برنری؟ خب من نظرمش رو میزی میخوره بذارمش رو میزی میخورتش خب بذاری زینت بخوای بهتر از اینکه تو بگیری واقعا؟ آره بیا بابا ببینم چی داره توش مثلا استانبولی دیگه چی داره. قطعه برنج بخور این برنجش خوب شده یا سیب زمینیش که خیلی خوب بود. نرم بود دل آب میشد. نه تو خیابون بریه است خوبه؟ میخوای ماستشو پس کنی؟ خیاششو بزن تو ماست بخور با نخون نه ولش کن. گاز بزنه به اون خب بزن نه نمیخوام. من که نمیخورم. تو فیلم بشقاب جلوته بعد میگه من نمیخورم طرف شاب از این تیکه پاره میکنه چی شد؟ تعارف میگه تعارف فلکیه برش دیگه برش سری دستمالیش هم کردی نمیخورم. بخور شب بخیر. کجا میری؟ خب بچه ها من دیگه برم و بخوابم. این از امروز ما خیلی خسته کننده بود. امتحانام شروع شده هیچی درس نخوندم. نگرانم یکم اصلا نمیدونی چقدر نگرانم از درون آشوبم. وقتی تو خوابگاه نه بریم ریخ توشیه دونه تو؟ اشکال داره ریخ ریخ چی؟ ترشی میخواد نه با کم بیا نه باشه بیا تو طبقه منه نه چی؟ آره بیا نه ولی تو طبقه منه چون من خودم خورده بودم چی جونه این روزای آخر رو چیز کن استفاده کن دارم میکن باشو خودم بزنی چنگال میشه بدی؟ آره نکن قراره میرزو دم دست
چنگال خودشو بده من بشورم. من ندارم که. قاشق نداره؟ توی ماگم یه قاشق چوبی اونو. بچه‌م هیچی نداره. این که من لوس هم پر مکزیکی بود. برای خوش رفت. چی پس دادی؟ نه برای اینکه میگه طعمش فرق میکنه. این برای من. با بریز من ترشی میخوام. اوکی خدا. تموم کردیم ترشیشو. چرا نه دیگه هفته آخر میخواد چیکار؟ ترشی تمومش کردیم. رسیدیم. ترشی. بس کن نخور. میمار توی. سردیت میکنه. یه دونه کالم. کالم. از همین تریبون متشکرم از مامان زینب بابت ترشی علی. غذای نازگل علی ماست حرف نداره حتما. بچه ماست هم داد که اول تو خودش خورد بار شبت بود با چیشی؟ چی؟ نرگس نه زینبه روجه چی سرم لب بالام رنگ نگرفت. لب بالا به خدا لب بالا مشکل داره. من عاشق این ترشی کلا ترشی خوردم اصلا بریز خوردم تماشا تفسیر منه. حالا میخوای؟ من گفتم میخوام. نه من اینجوری کردم که جمع کنم بعد دیدم اینو آوردی سر آوردی اینجا بعد کالم گفت ببر برو کالم. حس کردم پرنسسی هم که تازه صبح از خواب بیدار شده صبحونه‌ش واسش تو تخت این کاش اون لحظه که رو سینم گذاشتی وسیله رو بعد من این ویبره داشتم میخندیدم. زینب مگه زینت دستت در نکنه خانم اکبری. خواب شیک داشته باشی. زینب شب بخیر بچه‌ها. یه چی دیگه تو لباس مجلسی بخوام. سیندرلا خواب معمولی. شما هم یه شیکی. آره.